سالهای پایانی دهه 80 میلادی، دوران جنگ سرد در اوج خود، در گوشه ای از جهان، انقلابی نو پا در ایران و در آن سوی اقیانوس شورشیان کنترا در نیکاراگوئه به خونخواهی می جنگیدند. دنیا فکر می کرد می داند چه خبر است. دولت آمریکا علنا می گفت از کنتراها حمایت نمی کند. اما چه می شد اگر به شما بگویم پشت پرده توطئه‌ای در جریان بود که شامل فروش مخفیانه اسلحه به دشمن، تأمین مالی شورشیان از طریق مواد مخدر و نقض قوانین کنگره میشد. بله، باور نکردنی به نظر می رسد، اما این یکی از تکان دهنده ترین تئوری های توطئه بود که تبدیل به واقعیت شد. رسوایی ایران و کنترا. تصور کنید در آن سالها شایعه‌ای دهان به دهان میچرخید دولت آمریکا مخفیانه به ایران اسلحه میفروشد. در کمال ناباوری این شایعه در حالی پخش میشد که آمریکا رسما ایران را یک کشور حامی تروریسم میدانست و تحریم‌های شدیدی علیه آن اعمال کرده بود. واکنش‌ها چه بود؟ تمسخر. بسیاری میگفتند غیر ممکنه. چه کسی باور میکنه آمریکا به کشوری که گروگانهای آمریکایی رو نگه داشته اسلحه بده؟ کنگره آمریکا هم به شدت کمک به شورشیان کنترا در نیکاراگوئه رو محدود کرده بود. اما باز هم زمزمه هایی بود که بعضی ها به طور پنهانی دارن به کنتراها کمک میکنند. اینها در ابتدا فقط تئوری توطئه بودند، حرفهای بی اساس در محافل بسته. اما چطور این زمزمه ها به حقیقت پیوستند؟ نقطه شروع اواخر سال 1986 بود. یک هواپیمای باری آمریکایی که حامل تدارکات برای کنتراها بود به فراز نیکاراگوئه سرنگون شد. تنها بازمانده خلبان بود. توسط دولت نیکاراگوئه دستگیر شد و شروع به اعتراف کرد. همین اعتراف جرقه کنجکاوی خبرنگاران و سناتورها را زد. کمی بعد مجله لبنانی گزارشی منتشر کرد که ادعا می‌کرد آمریکا به ایران اسلحه فروخته است. ابتدا همه تکذیب کردند، اما فشارها زیاد شد. کلید اصلی افشاگری اما در خود دولت آمریکا بود. رابرت مکفارلین، مشاور امنیت ملی سابق در کنگره، شهادت داد. بعدتر تحقیقات گسترده‌تر شد و مشخص شد که سرهنگ ایلیور نورس از شورای امنیت ملی آمریکا معمار اصلی این عملیات مخفیانه بوده است. او با ساختار پیچیده‌ای از حساب‌های بانکی مخفی، واسطه‌های بین‌المللی و شرکت‌های پوششی این عملیات را پیش می‌برد. اسناد و مدارک به دست آمده، از جمله ایمیل‌ها و یادداشت‌های نورس، همه چیز را روشن کرد. آمریکا مخفیانه موشک‌های تاو و هاوک را از طریق اسرائیل به ایران می‌فروخت تا در ازای آن ایران به آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان کمک کند. و بدتر از آن، پول حاصل از این فروش‌ها به جای رفتن به خزانه‌داری آمریکا مستقیما به حساب شورشیان کنترا در نیکاراگوئه واریز می‌شد. این یعنی نقض آشکار قانون منسوب کنگره. وقتی حقیقت فاش شد، آمریکا وارد یکی از بزرگترین بحران‌های سیاسی خود در تاریخ شد. رئیس جمهور ریگان که ابتدا از جزئیات این ماجرا بی اطلاع بود، مجبور به پذیرش مسئولیت شد و اعتبارش به شدت لطمه دید. چندین نفر از مقامات بلندپایه از جمله ایلیور نورس و جان پویندکستر محاکمه شدند. اگرچه بسیاری از محکومیت‌ها بعدها لغو شد، اما این رسوایی لکه ننگی بر پیشانی دولت ریگان گذاشت. ایران کنترا نشان داد که حتی در دموکراسی‌های قدرتمند هم قدرت می‌تواند خارج از نظارت عمل کند و تصمیمات پنهانی بگیرد که پیامدهای گسترده‌ای دارند. این ماجرا اعتماد عمومی به دولت را کاهش داد و بار دیگر اهمیت نظارت کنگره و نقش افشاگران و روزنامه‌نگاران تحقیقی را برجسته کرد. ایران کنترا دیگر یک تئوری توطئه نبود، آن یک توطئه واقعی بود که دنیا را تکان داد. به طور کلی مهمترین بخش‌های ماجرای ایران کنترا همینها بود که گفتیم.
فروش اسلحه به ایران، نقض تحریم‌ها و سیاست‌های آمریکا، انتقال پول به کنتراها، دور زدن کنگره و قوانین داخلی، عملیات مگس، حمل و نقل مخفیانه اسلحه و دخالت‌های غیرقانونی. نقش ایلیورنورس یه افسر نظامی بود که نقش کلیدی توی این ماجرا داشت و خیلی از کارها رو هماهنگ می‌کرد. دخالت اسرائیل هم توی فروش اسلحه به ایران نقش داشت و به عنوان واسطه عمل می‌کرد. پنهانکاری و دروغگویی، دولت ریگان سعی کرد این ماجرا رو پنهان کنه و به مردم کنگره دروغ بگه. محاکمه و مجازات. بعد از افشا شدن ماجرا چند نفر از مقامات دولتی محاکمه شدند، ولی خیلی هاشون تبرئه شدند یا مجازات سبکی گرفتند. در کل این رسوایی یک لکه ننگ و بزرگ توی تاریخ سیاست خارجی آمریکا بود و نشون داد که چطور منافع سیاسی میتواند باعث بشه دولت‌ها دست به کارهای غیر قانونی و غیر اخلاقی بزنند. عملیات مگس چی بود؟ عملیات مگس در واقع یه سری پروازهای مخفیانه بود که برای رسوندن اسلحه به کنتراها انجام میشد. از اونجایی که کنگره آمریکا کمک مالی به کنتراها رو ممنوع کرده بود، دولت ریگان مخصوصاً ایلیورنورس یه شبکه پنهانی درست کرده بود تا به طور غیر قانونی به کنتراها کمک برسونه. هواپیماهای غیر نظامی استخدام میشدن تا اسلحه و مهمات رو از آمریکا به کشورهای واسطه ببرند. از اونجا هواپیماهای دیگری اسلحه رو به پایگاه‌های کنتراها توی نیکاراگوئه میرسوندند. این عملیات کاملا مخفیانه انجام میشد و هدفش دور زدن کنگره و کمک به کنتراها بود. عملیات مگس نشون داد که دولت ریگان تا چه حد حاضر بود قانون رو زیر پا بذاره تا به اهداف سیاسیش برسه. این عملیات باعث شد رسوایی ایران و کنترا خیلی بزرگ بشه و ضربه شدیدی به اعتبار آمریکا زد. بعدها مشخص شد که توی این عملیات افراد زیادی از جمله قاچاقچیان مواد مخدر دست داشتن و این موضوع ابعاد تازه‌ای به ماجرا اضافه کرد. پس حتما با ما همراه باشید.